در ناحیه باباجان غفروف مسابقه جمهوری اوید با موایتای بین نورسانی از 14 تا 17 سال برگزار شد. رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و فدراسیون موایتای کشور ضمن برآمد خود در مراسم گشوده شوی این چهاربینی ورزشی قید نمودند که در زمان صاحب استقلالی کشور در برابر دیگر نمودهای ورزش موایتای نیز در تاجیکستان رشد و رواج یافته صف دوستدارانش افزود. با این نمود ورزش نورسان و جوانان هم پسران و هم بانوها با شوق و هوس زیاد تمرین میکنند. ورزشکاران کشور ما در این نمود ورزش در مسابقه های با نفوذ بین المللی اشتراک نموده بارها مشرف شدند. نمود موایتای در ولایت سوخت هواداران زیاد دارد و در شهر و ناحیه های ولایت مربیان پرتجربه به دوستداران این نمود تمرین میدهند. این نمود موایتای در جمهوری عزیزمان خیلی رشد یافته. در ولایت سوخت این جانب قریب که 12 تالار ورزشی در این نمود فعالیت میکنند. هم شوق‌آور هم رقابت زیاد است. چنانه که میبینید ورزشکاران همه کوشش دارند که به جایهای نمایان اشغال شوند. در مسابقه جمهوری اوید با موایتای 180 نفر پسران و 40 نفر دخترانی از 14 تا 17 ساله اشتراک و مهارت سنجی کردند. رقابت‌ها بین ورزشکاران 14-15 ساله در وزن‌های از 38 تا بیش از 81 کیلوگرم و بین ورزشکاران 16-17 ساله در وزن‌های از 45 تا بیش از 91 کیلوگرم جریان گرفته بهترین ها معین شدند. مورد به ذکر است که سال جاری ورزشکاران ما در این نمود در یک چند مسابقه های با نفوذ اشتراک می نمایند. در بازی های آسیا که از روی نمود موایتای در کشور بحرین برگزار می شود اشتراک 6 نفر ورزشکار تاجیک در نظر است.